باحاله. اینا پیرسگای آلمانیه. پدرسگ درست همه خواه بزنه تیو خیلی خوشدارانه اینا باش. رو میبینین اینا درست دیگه میمیرن. اولین آخرین باریه که شما دارین میبینینشون. ما همه همینطور اینا سانه‌شون خلوت بود به زودی پر میشه. اینا دیگه میمیرن باشه برای من. یکی از کار مورد علاقه من با نازنین اینه که بیام اینجا ملت رو مسخره کنیم. هنیش بنگ چی؟ چقدر کمه چیز. میکروفون تو در بیا بگی جلو دهنت حداقل من هی با عوض کنم. وایس لحظه بس این بری باید بریم. وایس لحظه من میکروفون رو در بیارم. این چی میگه؟ این چی میگه؟ میگم این خرگوشه. خریچه گوشی زدم. خریچه گوشی. بیا میکروفون تو بگی به مسخره کردن ملت ادامه بده. بیا بگی دست دیگه حداقل بزن به کاپشن اگه نمیخوای. نمیگیرمش. اینا گل فروشن. پسر دیدی داشت برای دختر دروغ گفت شاد امشب بزن تی زمین. واقعا پسرها بدبخت همه اینو دروغی میگه. بدبخت خواهیم دروغه. پرنسسای دیزنی از کره اومدن. اینا این پشت آخه استودیو فیلم برداری عکاسی مدل پدل اینا از خاطر همین اینجا خوشگلن ولی اینا مسخره کردن ندارن. اینا ما مسخره رو من و توی. راحت مسخره میکنن. هیکلا اینا هیکلاشون وای چه هیکل. بریم تو اپل. ماشاءالله ماشاءالله. بریم تو اپل. نه افسرده میشه. بیا وای چه عکاسیه میگی. ولش کن اپل نمیریم بریم بخوای نگاه. یعنی چی اسمش؟ بخوای نگاه. آه. این جایی که کلا توش از ایناست. میخوای میکروفون تو بزن به لباست راحت. خیلی پایینه که خب باشه بگی دستت واکو بینیم داره واکو لاشه نمیده فیلم بگیری ببین کم راوس او فاک چی گفتم نه اون عمرن کی کلاسه باراباس اینو چه این که گیشه است اینجا قبلا گیه اینا زن و مرد داره چرا داداشم خانومم وجود فکرم گیه نگاه کن اینو ببین دنیا رو به لرزش تعبیه بود به قول یاروی میگه این یارو که اینجا رد شدیم بغل دستش اینقدر سیاهه اینقدر سیاه که شبیه یارویی که کوره پاره میشی. ما در واقع الان باید بریم تو دوباره ولی خب نه تو یا نی گرون نی خب سگ سوار میشه
نمیذارم فیلم بگیریم. بزنیم میزنم فیلم بگیریم یا نه؟ یا بلک میخوایم بگیریم. در کنگوشا در این حالت ممکن گوشی هست این فرا زیر روزه بزنیم بکش کنار آسا بکش کنار. هیچ چی نگفت بیا تو کشی چی نگفت. میخوای بریم لوازم ریشی‌ها رو معرفی کنم؟ بیا میکنی؟ بیا بلد نیست. مارکا ایرانی فقط بلدم. نه خدایی مارکاش خفنه ولی خب دیگه همه میدونن. وقتی میخوای بلک بگیر آقایی هم که میدونی یه هم که سرچ کنی یه ماکی شیرازی هست یه بلک شیرازی بگیریم بیا بگی یه بلک شیرازی برو اینا رو. خب میخوام براتون ولاگ شیرازی برم. این اوت کلنه میزنی بو خوب میگی. اینا کرم پودره میزنی به صورت. مارکاش هم فرقی نمیکنه همش یکیه. یکیش بعدش جوش میزنی یکیش نمیزنی. اینا رژ لبه. پسرها اگه نمیدونین رژ لب چه برین سرچ کن برین. اینا چی؟ اینا خودم هم نمیدونم. اینا همچنان رژ لبه. اینا همش مراقبت‌های پوستیه. دقیقا مسئله خدا یه ثانیه وایسا جلو. نذاش ما در جنده پول فیلم بگیریم از این وری باید بریم. هر موقع لباس گرم میپوشم آفتاب میاد. هر موقع هیچی نمیپوشم سرد میشه. شانس دقیقا مثل قیافته. شانس هم مثل خواهر برادرمه. مثل برادر خواهر نه. چرا به اون میزنی؟ باستاب کله اینو ببین شما باستاب خیرت شده خیلی دیزون قبول داری؟ بکنم ایرانی بوده اصلا داشت میشنید کلش باستابی داشت. این یکی هم هست. یکی چی؟ نه این کلش باز باستابش کمتره نمیگاد. DM نیست دیگه جز اون DMه. DM چرا DM هم دوباره هست تا دل دخواد هست. جدی؟ خب بریم. خودت برید من نمیریم. آره یه جور جست گرفته. اینجا کجا؟ اینجا مارکش هم معروف نیست. چرا؟ اینا اکثرا گرونن ولی من تو چون نمیتونیم بخریم نمیشناسیم. چه قیافه میگیره؟ شل کن بابا. میگم مگه اینجا درآمدشون خوب نیست؟ کیا؟ کلا مردم دخل و خرجشون مگه به هم نمیخوره؟ چرا پس نمیتونن از یه مغازه لاکچری خرید کنن؟ حسیز من 400 یورو دلشون نمیاد. تو فکر کن میتونن. نه تو داری چه میگی دیگه. تو فکر کن میتونه یارو یه دونه کاپشن بخره 400 یورو ولی خب به جاش میرسه 4 تا کاپشن 100 یورو میخره که تنوع هم داشته باشه. ما داریم در قشر متوسط رو به پایین یا متوسط صحبت میکنیم. مگه اینجا قشر پایین هم داره؟ معلومه که داره. به جز هوملسا به جز من و تو. آره قشر پایین. الان اینجا کجا هم؟ الان گالری کافوفه. همون جایی که بریم اینجا چیکار کنیم؟ اینجا همون جایی که همیشه میرفتیم؟ آره نمیشه بود اینجا نمیشه فیلم بگیر نمیذارن پدرسگا. به این متنفر من دختره که نه بابا نگاه موهاش بکن پدرسگ. میرنا ویگت سیا لیتس گو. هالو. بعد شارژ ندارم زودی بیا یه فیلم بگیریم از اینجا. در ببند. کلید در سوئیچ دستته؟ سوئیچ دستم بیا. پدرسگ اون یکی نذاش چیز کنیم نذاش درست فیلم بگیریم از پاساژ. کجا بودی لاکچری هیچی نکشیدی اینجوری پاره‌ای. بقیه همو در آوردم خوشحالم. خوشحالی؟ کونه تو به بال بخالی.
خوشگله. رنگ چی؟ پشمام چند رنگ هم الان برو خدافزی کن. اون یکی دوربین خاموش شد. خب ما هر جا امروز رفتیم بلای خواستن توانستن نیست. تو این یه مورد خواستن توانستن نیست. هر جا رفتیم نذاشتم بلاگ بگیریم. شما رو با بلاگ بی بلاگ خودتون هست. شیرازی این کافلند این کافلند مردم میان خرید. خداحافظ. توش همه چی از جوراب، کفش، کمربند، مایه ظرفشویی، همه چی هست. اینگاه سروش همه چی با کاروان. اونجا هم دیدی، اونجا کافلنده، اونجا هم قلیون داره. ای هم دادم به ای هم دادم. شیر آبه یا قلیونه؟ قلیونه. دیگه تموم شد. تو گل دادم بکشیدم چی کار میکنی؟ امروز تموم شد. این هم بلاگ شیرازی. میرم خونه بخوام. شیرازی تمومش کن. هنوز مونده. چی؟ هنوز میخوایم بریم چسب بگیریم. خب چسب که گرفتیم دیگه حدس بزنن. بقیه جایی که خرید کردیم دیدن. دیگه تموم شد. ما میخوایم بعدش بریم چسب بخریم، 2 تا نوشیدنی هم بگیریم، احتمالاً ردبول میگیم. گفتم بعد تو حد زدن کمکتون کنم. این مردم خیلی داره نگاه میکنه. نه دیگه خداحافظ. بای بای کنم. چوز. یه بار دیگه ساعت 6 ساعت گرم. لاکچری شدی از این ماگا میخری. ما تو نشون بده. دختره ادایی. معلومه شاینش ادا تنگاست، کاملا ادا تنگاست. ما یه دختره ادایی. البته 2 تا گرفتم، صورتیش هم دارم. خب این خیلی جنسش از او بهتره. واقعا؟ آره. از کجا فهمیدی؟ خیلی به خاطر اینکه سر اون مثل این راحت سگ شدی؟ نه جفتش یکیه. میخواستم ماگ ادایی تو نشون بدم. نه خب چوز. خداحافظ. چرز. خداحافظ کن. شیرازی بار خداحافظی کن.